برو ببین کیک داگلاس چی میگه من تمام لذت‌های دنیا رو بردم، ثروت دارم، محبوبیت دارم، شهرت دارم، اما هیچ وقت مزه خوشبختی رو احساس نکردم. اصلا نمیدونم خوشبختی چیه. نه از شوهرت لذت میبری، نه از زنت لذت میبری، نه از بچه‌هات لذت میبری، نه از دوستات لذت میبری، نه از غذا خوردن لذت میبری، نه از تفریحت لذت میبری. هیچ. یعنی تو اوج چیزایی هم که فکر میکنی شادی داره، تفریح داره، دعوا، درگیری، قصه، اختلاف و این هستش. ما 4 تا معشوق داریم تو بخش غیر انسانیمون. معشوق‌های جمادی و مالی و اقتصادی، معشوق‌های گیاهی که مربوط به بدن و ظاهر و لباس و حجاب و نمیدونم اندام و غذا و تولید مثل و اینجور چیزاست. یا معشوق‌های حیوانی، من نمیدونم با عاشق کیم، میخوام باشه ازدواج کنم، نمیدونم میخوام بچه داشتم، خاله عمو، عمه خاله، دایی و اینجور چیزا، خاله بازی‌های عشقای زمینی. یا الان من میخوام زبان یاد بگیرم، کامپیوتر یاد بگیرم، دیپلم بگیرم، ارشد بگیرم، دکترا بگیرم، بعد برم کجا پی اچ دی بخونم، بعد اینو که تدریس کنم. همین مشوقای اینجوری. عشق فقط یک جا به معنای حقیقی معنا پیدا میکنه، اونم تو بخش اصلی تو، یعنی بخش انسانی تو. اون چیه؟ بی‌نهایت شدن، به کمال بی‌نهایت رسیدن، به زیبایی و علم و قدرت و لذت و حیات جاودان رسیدن، به بالاتر از بهشت رسیدن. یه گفتیم این کمال بی نهایت که معشوق همه انسان ها و اله همه انسان ها هست، بهش میگن الله. امام حسین چی میگه به خدا؟ میگه چی داره کسی که تو رو گم کرده و کسی که تو رو داره چی نداره؟ حضرت داره نمیخواد نصیحت کنه، موعظه نمیخواد، داره میگه تو نظام خلقت تو رو طوری خرایی کردن که وقتی با معشوقت هستی آرامش میاد سراغت، وقتی کنار معشوقت نیستی تو هر کدوم از این 4 تا معشوق باشون خلوت کنی میریزنت به هم. هر چی بیشتر قصه هات بیشتر میشه. ما برکت زمانی از زندگیمون میره که قهر میکنیم با ریشه برکت، با اصل برکت قهر میکنیم، حالا در آسمون رو خودمون میبندیم، تو زندون تنها میفتیم با این 4 تا دیوی که میفتن به جون ما، با 4 تا دشمن خونین قدار میفتن به جون ما. رابطمون هم از مرکز کمک قطع کردیم، انرژی نمیرسه، قدرت نمیرسه. با خانواده آسمانی که قهری، با فرشته ها که قهری، با امامزاده ها که قهری، با خودت که قهری، با کسایی که میتونن کمکت کنن قهری. حالا میای افتادی توی تنهایی وحشتناک تو این دنیا. الا بگید به ذکر الله، فقط با یاد معشوقی که تو آرامش داری. کسایی که این بخششون یعنی بخش انسانیشون حاکم میشن بر این 4 بخش، تو همه این 4 بخش خوشبختن، آرومن،